السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، پیش از آنکه صحبت را آغاز نماییم بیایید یک نوار بسیار کوتاه میبینیم، با هم گوش میکنیم، سپس صحبت را ادامه میدهیم. و اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در سال 2021 نزدیک 14,000 خانواده از هم پوشیدند که نسبت به یک سال پیش 3,000 بیشتر بوده است. از این طلاق‌ها حدود 15,000 کودکان نیمه یتیم ماندند. خب دوستان عزیز، این آمار یک چند سال پیش است. من آمار نو را جستجو کردم و پیدا کردم. بیایید آمار نو را، آمار رسمی نو را میخوانیم. ریاستی ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تنها در 3 ماه اول سال روان، یعنی سال 2024، 3 ماه اول سال 2024 در جمهوری 2301 حالت بیکار کردن عقد نکاح را به قید گرفته است. تنها در 3 ماه اول 2024 2301 حالت، 2301 عائله از هم جدا شدند، پاش خوردند. خب یک سال قبل باشد چه؟ سال 2023. بیایید میخوانیم آمار رسمی. سال 2023 در تاجیکستان بیشتر از 10,000 عائله از هم پاشیده است و در این میان تقریبا 11,000 کودک نیمه یتیم مانده اند. خب چنانی که فهمیدید، موضوع امروزه ما درباره طلاق است، درباره پاشخوری عائله ها است، درباره جداشوی عائله ها است. تا آخری نوار همراه ما باشید. در آخر یک قصه خیلی جالب انشاءالله برایتان نقل میکنیم. خب برادران عزیز، در اول گفتنیم که آیا ما و شما در طلاق، در جداشوی مسابقت کرده ایستاده ایم؟ این چی حالت است؟ این یک وبای خیلی سخت است در جامعه ما، جامعه مسلمان، جامعه تاجیک. امروز در یک سال 10,000 عائله، ما چند هزار نکاح داریم که از آن 10,000 یا 14,000ش جدا می شود. 10,000 فرزندان نیمه یتیم مانند. پدر و مادر جدا می شود، فرزند چی می شود؟ در یک عائله ای که عائله مکمل نیست، عائله کامل نیست، به وایه می رسد نفسانیت و تربیه فرزند. آیا ما در آینده تربیه نفسانی و روانی فرزندانمون فکر نمی کنیم برادران؟ گویا ما مسابقت کرده ایستاده ایم در طلاق، نعوذ بالله. البته سبب طلاق را وقتی ما از تلویزیون رسمی گوش میکنیم یا از سایت ها میخوانیم، یکمین عامل جداشوی عائله ها را این چی میگویند؟ کم بضاعتی است و نکاح برمحل است که بر وقت جوان ها آماده نیستند. چی میکنند؟ عائله دار میشوند، از هم پاش میخورند. اینها را یکی از سبب ها و عامل های اساسی جداشوی عائله ها مینامند. اما به فکر بنده، وقت جوان تا 18 سالگی به مسجد در آمدنش ممنوع است. وقت جوان از تربیه اسلام دور تربیه میگیرد. وقت امروزه جوانها، خواه جوان پسر باشد خواه جوان دختر، جای تربیه آنها تیک تاک و اینستاگرام است. پس ما از جوانها چی انتظار شویم؟ البته پاشخوری عائله زیاد می شود، البته طلاق در جامعه زیاد می شود و عائله‌ای که در آن طلاق و جداشوی عائله ها زیاد می شود، آن عائله، آن جامعه سالم آیا نامیده می شود؟ هرگز نه. ببینید اسلام چی میگوید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود چی فرمودند؟ ما که مسلمان هستیم، باید به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار رو بیاریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میفرمایند: ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنه. اخرجه الامام احمد و ابو داود و ترمذی. حدیث رو ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند. پیامبر گفتند که کدام زنی که بی سبب از شوهرش طلاق میپرسد، برای او بوی جنت حرام است. برای او چی است؟ بوی جنت، یعنی فرسخها از جنت دور می شود. چون این زنها امروزها، دخترها، جوان دخترها وقتی از تیک تاک و از اینستاگرام تربیه میگیرند، به چگونه به عائله مستقلانه آنها آمادگی میبینند. شاید اینجا بعضی زنها برای من هجوم کنند و گویند که برای چی شما فقط زنها را گفته ایستاده اید؟ در اینجا یک لینک نوار را میگذاریم که ما برای مردها خطاب کردیم. چگونه با زن
موافق شریعت اسلامی معامله کنند. نوار کردگی هستیم، به مردها هم خطاب کردگی هستیم. میتوانید از این لینک تماشا کنید. خب در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم و البته این خطاب هم برای زنها و هم برای مردها و هم برای پدر و مادر، آنهایی که فرزندان را امروز بسیاری سبب میشوند که جدا شوند از هم برای آنها است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری خود درباره طلاق چی فرمودند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم یبعث سرایه فادناهم منه منزلة اعظمهم فتنة. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند که ابلیس عرشش را بالای آب میگذارد. همون تختی که بران ابلیس یعنی سردار شیطان ها بران تختی که می نشیند آن را بالای آب میگذارد. ثم یبعث سرایه، سپس شیطانچه ها را میفرستد، پهن میکند. برای چی؟ برای وسوسه کردن. وقتی آنها برمیگردند از همه نزدیکترینش، از همه مرتبهش بلند در نزد ابلیس، از همون شیطانایی که ما و شما رو وسوسه میکند امروزها، از همه نزدیکترینش و از همه مرتبهش بلندترینش برو کی است؟ همون شیطانی که بسیار سخت وسوسه کرد و فتنه زیاد در بین مردم چیکار کرد؟ به وجود آورد. خب یکی از آنها همه میبیاد، ابلیس ها میبیایند، شیطان ها میبیایند، با شیطان کلانی دکلت میسپارند، اچاد میسپارند. خب وقتی تقریر را میسپارند، یکی میگوید من چنان کردم، من این کردم، من وای کردم، من فلان وسوسه کردم، فلان کارها رو کردم. سپس ابلیس کلانی چی میگفت است؟ ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا. یعنی همه ابلیس ها، همه شیطان ها به شیطان کلانی چیکار میکنند؟ وقتی تقریرش رو میسپارد، چی وسوسه ها، چی کارهایی که انجام داد میسپارد، یگان کار نکردی، یگان کار نکردی. یکی از آنها میگوید که ما ترکته حتی فرقت بینه و بین امرأته. یکی از آنها میگوید که امروز من چیکار کردم؟ همین قدر یکی از انسانها رو وسوسه و بر فتنه خود گرفتار کردم که حتی در آخر چیکار کرد؟ طلاق داد زنش رو و بین آنها جداگی رو پیدا کردم. ابلیس خیلی خرسند می شود و همون شیطانی که وسوسه کرد و بین زن و شوهر جدا کرد به خودش نزدیک میکنه. خب بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که ابغض الحلال الی الله الطلاق. از همه بدترین حلال در نزد الله چی است؟ این طلاق است. گویا الله حق سبحانه و تعالی طلاق را برای حالتهای خیلی و خیلی فوق‌العاده چیکار کرده است؟ برای بندگانش اجازت داده است. خب اکنون سؤال میباید که چی باید کرد؟ چیکار کنیم؟ البته جواب چی باید کرد خیلی طولانی میشود و به فکر بنده برای پیش راه این وبا رو گرفتن یک کاری کردن در کار که کاری خیلی دست جمعانه از همه طرف باید بر ضد پاشخوری عائله ها مبارزه برده شود. امروز میبینی که کمیته کار با زنان با یک کارهای مشغول شده ایستاده است که در پیش این وبای کلان است، اما کمیته کار با زنان مبارزه علیه حجاب یا مبارزه نمیدونم بر چی و چی، یک کارهایی که امروز ما باید تمام قوه امان را صرف کنیم تا اینکه جامعه ما و شما جامعه سالم باشد. بنابراین ما و شما لااقل هر یکی ما و شما، خواه پدر و مادر، خواه جوانها، جوان پسرها و جوان دخترها، کوشش کنیم عائله ما و شما یک عائله باشد که عائله سالم باشد. خوب گفتیم در آخر یک قصه برای عبرت تا اینکه ما و شما عبرت گرفته باشیم برایتان نقل میکنیم. گفتیم قصه میگویند که یکی از زنها از شوهرش بسیار طلب میکند، طلاقش رو طلب میکند، شوهر راضی نمیشود. خلاصه به نزد شیخ محله میرود، میگوید که
ای شیخ یا ای رئیس، من میخوام که از شوهرم جدا شم، ولی شوهرم چی راضی نشده ایستاده است، از شما خواهش میکنم که بین ما جداگی پیدا کنید. خب شیخ میگوید، نصیحتش میکند، وصیتش میکند، میگوید زندگی کن، باید صبر کنی. زنک میگوید نه، من میخوام جدا شم. میگوید که خوب، از تو یک خواهش دارم، یک شرط دارم، اگر همون شرط را اجرا کردی من بین تو و شوهرت چیکار میکنم؟ جداگی میکنم، طلاق میکنم. خب شرطش چی بوده است؟ شیخ میگوید یک طعام آماده میکنی که هر یک محصولات طعام رو از هر یک خانواده همون محلت میگیری. به خانه این همسایه میدروی پیاز میگیری، به خانه وای همسایه میدروی مثلا سبزی میگیری، نمک میگیری، این میگیری، روغن میگیری، از هر یک خانه در آمده یک محصولات میگیری، صحبت میکنی، یک طعام آماده میکنی، برایم میبیاری، سپس من چیکار میکنم؟ بین شما جدا میکنم. خب خلاصه اون زن میرود، هر یک خانه میدراید، وقتی از زنها میپرسد که برای من فلان محصولات در کار، خب سببش رو زنها میدونید وقتی با هم نشستن صحبت میکنند و درد دل میکند، وقتی درد دل میکند و زن هم برای اون درد دل میکند و مشکلاتی که در خانه همسایه دارد نقل میکند برایش و آن زن همه مشکلاتی که در همون خانه در خانه ها هست از آن باخبر میشود. وقتی بیگاه طعام را آماده کرده نزد شیخ میگوید که ای شیخ، میگوید همه خانه ها مشکلات داشتند و برعکس شوهر من از همه بهترین آن مردها بوده است و من دیگر نمیخواهم که چی شوم؟ از شوهرم جدا شوم. خب بیاید باز یک قصه کوتاه برایتان نقل میکنم. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت شده است که به نزدشان یک مرد میباید و برای عمر از زنش شکایت میکند و میگوید من میخواهم از زنم جدا شوم. عمر میگوید سبب در چیست؟ میگوید اینی لا احبها، میگوید من دیگر دوست نمیدارم. امروز میبینید که از فیلم های ترکی و دیگر فیلم های هندی و از فیلم ها جوان ها یک تصور از محبت پیدا کردند که خیلی از واقعیت دور است. بنابراین محبت حقیقی دیگر خیلی است. محبت حقیقی واقعا در عائله است. خوب میگوید من او را دوست نمیدارم. عمر رضی الله عنه چی میگوید؟ ویحک الم تبنى البیوت الا علی الحب فاین الرعایه و این التذمم. عمر میگوید وای بر حال تو، یعنی همه خانه ها حتما باید بر محبت و بر رومانتیک و یعنی من تو را دوست میدارم تو مرا دوست میداری نمیداری، فقط همین عاشقی و نمیدونم چی باشه. عائله چنین نیست. عائله واقعی فاین الرعایه و این التذمم، یعنی رعایه کردن، یک احساس کردن زن و شوهر کجا میرود؟ یعنی اینقدر چند فرزندها پیدا شد از شما پیش از آنی که جدا شوید، پیش از آنی که عائله پاش خورد، خب برای چیه این طور باشد ازدواج کرده؟ بنابراین دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی جامعه ما و شما را جامعه سالم بگرداند و بین ما و شما زن و شوهرها مهر و محبت را زیاده گرداند. الله سبحانه و تعالی هر یک فرزندان را در عائله کامل و در عائله سالم زندگی به سر بردن و به وای رسیدن الله سبحانه و تعالی نصیب کند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.